7 تا پاسور بیکیپر من میخوام پاره کنم. وای چطوری بریم سراغ ویدیومون. اومدم امروز یه عالمه پاسور، هر چقدر پاسور گرفتم و یعنی تقریبا 1/3شون، خب 1/3 کارتای من اگه کارتامو دیده باشید داخل کانال‌های مختلف خیلی زیاده. بریم یه تعدادیشون رو با هم پاره کنیم. یه عالمه پاسور میخوام پاره کنم، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بریم یه تعدادی پاسور من جدا کنم بیاریم براتون. تقریبا از همشون ببینید چقدرن، از همشون یه عالمه آوردیم، 2-3 تا آوردیم. بعد یه سری ها میان کارتای نمیدونم جوکر و فلان و اینا رو میخوام پاره کنن. من میخوام اصلی ترین کارتا یعنی آسا رو نمیدونم آس، این کارت عادی و همه اینا رو براتون پاره کنم و ببینید کدوم کارت خوبه کدوم کارت بده. بریم با هم دیگه ببینیم. اولین کارتی که میخوایم با هم دیگه پارش کنیم، ببینیم مقاومتش چطوره. کارت بیکیپر هست که من فکر می‌کنم اصلا نتونه دووم بیاره. بیکیپر موجوده ولی کارت خیلی خوبی نیست. اینا گفتم بهتون هم از پایین من یکی دو کارت از بغل باز بهتر دووم آورد ولی از بالا خیلی راحت پاره شد. این کارت بیکیپر گفتم. حالا کارت بیکیپر خیلی کارت خوبی نیست. حالا بریم سراغ یه کارت سگجونتر ببینیم این چی کار میکنه. کارت 777 اینو من چندین بارم خواسته بودم پارش کنیم. اینم یه نمونهش کارت 8 اینه. کارت 777 اورجینال، کارت عالی با قیمت پایین. دیگه دارم من پاره میشم. نه آقا این اصلا پاره نمیشه هیچ. این یکی از اون کارت خوبمون بود. حالا 777 جدیده که من یه بار حالا گرفته اینا. بریم یه کارت دیگه هانتد هاوس هم بیاریم. بریم یه 2 تا کارت دیگه براتون بیارم. ببینید کارت آقا این قدیمی ترین کارت من هست. ببینید رنگش کاملا رفته. اولین کارتی که من گرفتم این بودش. بریم با هم دیگه تستش کنیم ببینیم این کاملا رنگش رفته. اینم پاره شد. یه کارت دیگه، کارت هانتد هاوس سم پاره شد. خیلی معروفه ولی باز این خیلی فشار آوردم بهش. کارت شاهان پاره کرده بودیم پاره شده. کارت شاهان از بغل از بالا پاره میشه. و اما 777 جدید که خیلی قوقا به پا کردم من یکی دور تاش کردم. ببینیم 9 پیکش چقدر میتونه دووم بیاره. این همه میگن این پاسور خوبه برای بازی خیلی پاسور خوبیه. این از بغل به هیچ عنوان از بالا خیلی راحت از بالا پاره میشه. بچه‌ها ببینید یه دست بزنین پاره از بغل اصلا پاره نمیشه. اصلا عجیبه. ببینید از بالا یه تق زدیم پاره شد. پاسوری که یه پاسور جدید آورده بودم براتون، پاسور عربیه ناپ هستش. عربیه شا ناپ خودم ویدیو قبلی آنباکسش کردم برید ببینید. اونم خیلی پاسور خوبی بود. انعطافش عالیه همونطور که میبینید. کارت 9 دلش رو ببریم پاره کنیم. این الان من خیلی وقت دارمش، رنگش اصلا نرفته. نوش هم موجوده. یه جعبه کارتونی داره با یه جعبه مقاوم پلاستیکی. خب از بغل پاره میشه، از بالا هم پاره میشه. رید بچه ببخشید خراب کرد. یعنی اصلا خیلی پاسوره. البته بگم این چون من تایم زیادی هم دارمش خیلی تاثیر داره تو اینا. و قدیمی ترین پاسور هم که براتون تستش کردم پاره شد. پاسور فدرال 52 عاشقشم بابا. اینو آخه چرا باید پارش کنم من. پاسور 2 گیشنیزشه از دلم نمیاد. بریم بلش کن. اینم از این. از بالا چرا همشون از بالا پاره میشن من نمیدونم. از بغل ببین هر چقدر زور بزنی شما پاره میشید ولی از بالا یه تق بزنی پاره میشی. لامصب اینه دیگه. پاسور 777 هم براتون رفتم. یه پاسوری که دیگه آخه بابا برای یه ویدیو چرا باید پاسور به این خوشگلی و حتی این خوشگل ترین کارتیه که من دیدم. پاسور آلیس اصلا مگه داریم آخه از این خوشگل تر؟ تو طراحی ها رو نگاه کن. یه کارت خوبش هم داریم بیاریم.
پنج دل خوبه دیگه آقا. ببینید دیگه من دارم چیکار میکنم، خدا وکیلی دیگه لایک به ما نمیرسه. لایک کنید بابا، چیزی نمیشه که. بریم اینم از بغل پاره شد، بالا باز بهتر، ولی از بغل پاره شد. اینم از این پاستور بیکیپر هم که براتون پاره کردم. یه عالم پاستور بیکیپر میخوام پاره کنم. ببین دلا زدیم به دریا هستن. پاره شد. این آها اینه همون نصفه هست. بعد پاستور 777 هم که براتون رفتم، به هیچ عنوان پاره نمیشه آقا. یعنی من این همه پاستوری که فعلا براتون رفتم یه تعدادیشو فقط نتونستم این کارت رو پاره کنم. ببینید چه کارتیشم خدا وکیلی پاره کردم. آس دلش رو پاره کردم براتون. خدا وکیلی یه لایک و سابسکرایب کنید چون کلی این ویدیو در انتظارتونه. پاستور آس دل به هیچ عنوان اصلا پاره نشد. و لابلای این ببینیم کارتی رو براتون جان انداختم. نه دیگه پاستور آلیس هم که آنباکس کردیم و یعنی پاره کردیم و آقا ببینید من میخوام یه چالش هم بذاریم حالا به قول معروف. تقریبا آقا من یه تعداد پاستور بیکیپر ور میدارم. آها این پاره است. 1 2 3 4 5 6 7 تا پاستور بیکیپر رو از بغل ببینم میتونم پاره کنم یا نه. بگید یه حیفه بگید دیگه بابا. 7 تا پاستور بیکیپر رو میخوام پاره کنم. پاره نمیشه. ولی از بالا فکر کنم پاره شه دیگه. نه خدا که یه 2 تا شکم میکنه میشه 5 تا. یکی دیگه هم برمیداریم. یکی دیگه هم کم میکنیم. نه دیگه اینقدر پاستور 3 تا شده فکر کنم. آره 3 تاست. 3 تا رو تونستم به راحتی پاره کنم. آقا بابا یه لایک دیگه بابا. چیکار یه 2 تا بزن رو صفحه تموم میشه میره. اینم پاستور 777 که بسید کاملش رو براتون بیارم ببینیدش. این پاستور 777 هست که خیلی پاستور مقاومیه. طراحیش هم قشنگه، کلاسیکه. یه پاستور همه چی تموم. و این بود از ویدیوی ما. ممنون میشم که کانال ما رو دنبال کنید. من هر کاری کنم برای پیشرفت شما بریم. این همه پاستور پاره کردیم براتون. حتما ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش و آنباکس های بیشتر یه سری به پیجم بزن.